چرا امروز نمیتونیم بگیم اسرائیل پیروز شد؟ همه شواهد و قرائن پیدا و پنهان حکم میدن، شهادت میدن بر شکست خفتبار رژیم صهیونی. ماهها بلکه سالها با ارباب خودشون آمریکا تمام توانشون رو جمع کردن با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی. اونها نیومده بودن به بهانه هسته‌ای وارد ایران شدن، اونها اومده بودن ضربه به نظام بزنن و کشور رو تجزیه کنن. اما در مقابل قدرت رزمندگان اسلام و در مقابل قدرت ملت ایران، ایستادگی ملت ایران و در مقابل اقتدار رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مجبور شدن که تقاضای قطع درگیری کنند تا بتونن به خودشون برسن، بلکه بتونن دوباره کاری انجام بدن. اما اگر یک بار دیگر هم چنین خطایی بکنن، قطعاً با مشت کوبنده این ملت و با ضربات قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد. این ملت عاشوراست، این رهبر عاشورایی است و این ملت سر سوزنی از عزت خود کوتاه نخواهد آمد. اسرائیل میگه ایران با کامل قدرتش، با کامل نیروهاش اومده جنگ، اما نتونسته جلوی اهداف اسرائیل بگیره. اگر مرحله دیگری شروع شد و این جنگ طولانی شد، اون وقت رژیم صهیونی قدرت‌هایی که هنوز وارد عمل نشدند رو در خواهد یافت. کدام میاد زیر فشار اسرائیل؟ آیا ایران از هدف خود در حمایت از مردم فلسطین؟ حمایت از مردم فلسطین و فلسطین از اصول اصلی انقلاب اسلامی است و هیچگاه از آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران حذف نخواهد شد.